میدانستید که دبی پیست اسکی هم دارد؟ بریم عجیب ترین حقایق شهر دبی را بررسی کنیم. هفت ماشین پلیس های رویایی. یک ساعت قدم زدن در خیابان های دبی کافی است تا در جلویتان حجم بزرگی از ماشین های لوکس و آنچنانی ببینید و مطمئنا خیلی برایتان جالب است اگر بدانید که ماشین پلیس های دبی را لامبورگینی ها، فراری ها و بنتلی ها تشکیل می دهند. پدیده ای که فقط در دبی دیده می شود. این ماشین ها زیبا هستند و پلیس ها احساس بهتری نسبت به بازی نید فور اسپید دارند. 6. دبی شهرترین شهرها. باید بدانید که با سفر به دبی دارید به شهرترین ها می روید. برای مثال تعدادی از بلندترین و بزرگترین سازهای جهان در این شهر قرار دارند، مثل بزرگترین مرکز خرید دنیا از نظر مساحت، بزرگترین هتل، دومین تفریحگاه ساحلی مصنوعی و بالاخره بزرگترین آکواریوم جهان و اینها خود دلیل خوبی هستند تا این شهر را از نظر توریست ها جذاب کنند. 5. خودپرداز اطلاع. چه کسی به چیزی مانند دستگاه های خودپردازی که شمش اطلاع بیرون میدهد فکر میکرد؟ در دبی دستگاه های خودپردازی وجود دارند که در واقع میتواند شمش اطلاع تحویل بدن. این دستگاه های خودپرداز اطلاع آنقدر محبوب هستند که باید 2 بار در هفته مجددا پر شوند و واقعیت جالب دیگری در مورد دبی می باشند. 4. 2 الی 5 دقیقه دیرتر افطار کنید. شاید این مورد نتوان در لیست دلایل برتر بودن دبی برای گردشگری دانست، اما به دلیل عجیب بودن آن در اینجا میگیم. برج خلیفه که به عنوان بلندترین ساختمان جهان شناخته می شود در واقع آنقدر بلند است که ساکنان طبقه 80 و بالاتر برای افطار کردن در ماه رمضان باید 2 تا 5 دقیقه صبر کنند. 3. حیوانات وحشی ولی اهلی. اگر شما مسافر دائمی دبی یا ساکن این شهر باشید، از این واقعیت که حیوانات وحشی اغلب در صندلی مسافر می نشینند مطلع خواهید شد. در دبی شیر، یوز پلنگ و گربه های وحشی حیوانات خانگی عده زیادی از مردم هستند. مشاهده حیوانات وحشی قطعا نمیتواند جز دلایل برتر بودن دبی برای گردشگری باشد، اما موضوع جالبی است که هنگام سفر با آن مواجه خواهید شد. مورد 2 بلندترین آسمان خراش ها. یکی از حقایق جالب درباره دبی ساختمان ها و آسمان خراش های بلندی است که در آن ساخته شدند. سالانه میلیون ها مسافر برای اینکه بتوانند آسمان را از نزدیک لمس کنند به این شهر سفر می کنند و برج خلیفه یکی از بلندترین سازهای دبی را که به دست انسان ساخته شده را تماشا کنند. 1. پیست اسکی. این شهر با وجود شرایط جغرافیایی و آب و هوایی که دارد یک پیست اسکی سرپوشیده ساخته که مساحت آن 22500 متر مربع می باشد. روزانه 6000 تن برف در اینجا تولید می شود و این نشان می دهد که دبی در سالهای اخیر چقدر توسعه یافته است. برای اینکه این مورد به جالب ترین واقعه در مورد دبی تبدیل شود، خوب است بدانید که این پیست اسکی پنگوئن هم دارد. دوست دارید به دبی سفر کنید؟ دلیلش چی است؟ آیا قسمت دوم از دبی و عیب‌های این شهر را بسازیم یا خیر؟ حتما بگین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.